مقصد که در همین طول 11 سال شما برای خلق ملت تاجیک یگان کاری خوب کردید. ما پروستو در این چیز اگر کو سر اگر ویرون شوه، اگر ما ترا خر بگم کو خر بگم، اگر کور شما ببین اگر نه تحقیرم بگوی چیزی بگوی نه فرق نداره دیگه، ما اوج سر ویرون شید. اگر ما ترا خر بگم کو زیبنده همو خری. ما برای خاطر ترا سوال داده ایستم که تو باید یک حرکت مخالف تو باید وظیفه هاش بدونی. حرکت مخالف اپوزیسیونر وظیفش برای خاطر مردم بهبودی آوردن گفتنی گپ نیست. بودجت دولت، نلاک دولت در یک حرکت مخالف نمی رود. این قدر بی سوادی که ما همین جنرال نگفتم که بیام همین تو میفهمی که یک حرکت سیاسی مخالف او وظیفش شما چی پیش روی کرده، به همین مردم چی بهبودی آوردگی. ما اصلا وظیفه ما این چیز نیست که بهبودی برای مردم بیاریم. بهبودی را باید حکومت بیاره، برای خاطری که او برای حکومت بهبودی نه آورده ایستاده است. ما برای مردم گفته ایستادیم که ای خر اونم حکومت وظیفش خوب انجام نداده ایستاده است. یک حرکت سیاسی مخالف در جامعه کارش همیه. تو که خر باشی، تو که قطعی خر دیگه چه خیلی ما بحث کنم. بلیاز خدا آخه دیگه سر پرد ویرون میشوه. میگوی ما ترا سوال دادم گپا چون کجا بردی؟ ما ترا پروسو ای بالا بردم که تو میفهمی که همین مخالف چی را میگن. برای همین ما ای چون کجا فهموده هستم که تو در عموم تو معلومات داری که در یک کشور دموکراتی حرکت مخالف در درون پارلمان وجود دارد و در داخل پارلمان و حکومت تنقید میکند. جاهایی که حکومت تصمیم میگیرد اشتباه میکند او را باید اعتراض کند. در حالتی که حکومت اصرار بکند که ما در همین امری صادر کردگیم باید بمانم، این مخالف شروع میکند رابطه میگیره با بیرون، مردم در خیزوندن میزنه که حکومت یک تصمیم گرفته است که بر منفعت مردم نیست. خیلی که رحمانوف تصمیم نگرفته، از مردم نپرسیده، وطن از سودا کردگیه. تو که باز یک بار دیگه میگم، تو که خر باشی که نفهمی ما چه خیل تر باید بفهمونم. تو اپوزیسیونی را نمیفهمی. و خدا سر پرد ویرون میشه وقتی تو ایتوت اوتا. ما ترا آشکار گفته هستم که اول تو اپوزیسیونی را که میفهمی چی معنی داره. همین در یک دولت دموکراتی مخالف وجود داره. بله داره. مخالف وظیفش چیه؟ نمیدونی مخالف وظیفه چیه؟ از ما طلبی چی کرده ایستاده. خب خلاصه خیلی معذرت مردمی که مرا شنویدین، خلاصه در اینجا فهمیدی گپی مرا فهمیدی؟ یوسف یونس بدی، یوسف بدی، چی بدی؟ ما گپ شما را فهمیدم. راست که شما با این خلق ملت یگان چی فایده نیاره. نخوی نوشون دیگر شما دانی خوی در اینجا نگو. تو به سواد خر باشی که تو نفهمی که یک مخالف حرکت بگیم یک حرکت مخالف وظیفش در جامعه چیه. آخه تو خر که نفهمی بعد چی بگم؟ آخی بعد انا جورا فهمیدی. برای همین خاطره که تو وقتی که سواد نداری نمیفهمی که مخالف چیه، وظیفش چیه، تو از ما میگوی بهبودی حکومت رحمانوف ای حکومت باید ترک بروه. اینمی بهبودیه. یگانه چیزی که مردم بیدار کرده ایستاده است مخالفینن که حکومت رحمانوف در مردم شناس کرده ایستن که این حکومت دزده، غارتگره، قاتله. شما ولی کسا میدونه از او حمایت میکنید. قاتل و غارتگر شمایی؟ خیلی بیاین یک گپت میگم، نگاه کن. من یک سوالت میکنم، جواب میتی؟ جواب میتونم. بیا با چهره اشکار گپ زده میتونی؟ آخه همین چی، همین یک شما یک چی داره با چهره اشکار گپ میزنید. ما این همین خیلی قطعی گپ میزنم، در لوبای جو قطعی گپ میزنم.
آخی ما خاطی چی گپ زنم آخی تو خیلی چیکاره ما خاطی چی گپ زنم تو خودت یک خر باشی که بی سواد باشی که ما خاطی چی گپ زنم خرم باشم کل نیستم خیلی کل طبیعی است گپ سواد که نداری این درون مغزمش این علم وای آخی وقتی که میبینیم شما را آخی بحث شما را صحبت های شما را که وظیفه اپوزیسیونی را که نمیدونین تا اگه جو وظیفه حکومت بیا خیلی نه بیا من از سوال دیگر میتی خب پرزیدنت وظیفهش چیه پرزیدنت شخص یکم یعنی که خیلی خوب بازم خیلی که میگوی بگو اک خیلی که میگم بگم خدا همی اگر کو همی گپ نگمت کو زد ده همی چاپلوسی میگذاری در چاپلوسی نمیگذارم خیلی مایلش بیا گوش کن گوش کن خب ما برای تو بگم که یک حرکت مخالف یک حرکت سیاسی وظیفش برای مردم اون چیزی که در مغز شما هست برای مردم کاری بکنه اون نیست اون چیزایی که در مغز شما میگرده که برای مردم باید بهبودی اون وظیفه حکومتی که انجام بده در بیرون دولت یک شهروند تاجیکستان در جایی که در کدام مصیبتی قرار بگیره نباید حزب مخالف بره او را بگیم به دادش برسه بلکه نماینده دولت در اون کشور سفارتخانه که به داد او برسه میفهمی سفارتخانه به داد رسیدن که به داد به داد خب یک لحظه اشورو خب او یک لحظه صبر کن من نمیدونم چی با سیدینی نمیشه و تلفن من خب خطاگی عزت همون چی بود خطاگی عزت همون آه خطاگی عزت همون بود عزت همین بود که وای مقابل حکومت گپ زد مردم به گمراهی برد مردم به اختلافات برد خطاگیش همون بود با مردم یگون خدمت نکرده به مردم ای که جای تاجیکستانی ناحیه نورآباد مکتب خوندگی چند ساله ای 35 نه 18 خیلی که دیگه خطیت چی بس کنم رحمانوف گرفته است وطن هم خیلی بگم ملت به همی چی آوردگی نه خیلی نمیفهمی خیلی بگه چی سوالت بتیم که تو جواب داده بتونی تو چی سوال ما با یکون سوال اگه بتین نسبت مخالفین نفهمیدم با یکون سوال دیگه داری سوال همه به سوال ما جواب نداده آخه تو سوال تو اصلا غیر منطقی ای حج اخی میگو یگان سوال اینم سوال من اینم نسبت تمام مخالفین تاجیکستان میاد که چی بهبودی کردن که من امروز طرفدار همین شما باشم همی با فکرت باید چیکار کنن اخی یک بهبودی یک پیشروی در وقتی که در واروخ جنگ بود بچه‌ای که شما بخیز طرف تاجیکستان ها بگیرین که در تاجیکستانی ها مردستان شما مقابل رحمانوف اینمی عبدالرزاق ایکولا بودک برای خاطر واروق در دست автомат گرفت برای همون جنگ میرفت تکچ بکشتنش همون بچه کلابی رو میگه بله همون بچه کلابی رو میگو او حساب استعمال مواد نشاور مردگی است خیلی دیگه چی میگویی تو و اون برادری که در پامیر کشتنش او هم برای خاطر پامیر برای خاطر دفاع سرزمین آماده بود که بره و او را چی بکشتن او یک نماینده مقامات چی کرده بود گروگان گرفته بود
با شما بود جانشین راهبر گروه 24 در برنامه حق و باطل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتان مادرای محترم.